برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود و احترام به یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی ما. خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکتی محمد با شما هستم و امروز در برنامه ما مناسبت دو کشور را با مهاجرانشان قیاس میکنیم. یکی ازبکستان و دیگری تاجیکستان. بیاد ببینیم که این دو کشور با نانآوران خودشان یعنی مهاجران مهنتی چگونه مناسبت دارند در این شب روزهایی که مهاجر بیچاره در نهایت یک عذاب دردناک است. روسیه رفته است برای کارکنی، روسیه در کرانتین است، جای کار نیست، یافتن جای کار مشکل است و هاکذای دیگر مشکل های دیگر، قید بود باش و هاکذاها، بلیط هواپیما، سفر به روسیه، چقدر عذاب ها. باید ببینیم وقتی که شهروند به مشکلی دچار می شود باید حکومت چگونه با شهروندش مناسبت کند. در قیاس دو کشوری همسایه ازبکستان و تاجیکستان در امروز دیده می‌بریم. مقامات ازبکستان به مهاجران مهنتی که به کشورهای خارجی دور می‌روند مبلغ ویزای کاری و قسمت از بلیط هواپیما را جبران می‌کند. این امتیاز به مهاجران با قرار رئیس جمهور شوکت میرزیویف درباره چاره‌های علاوه‌ای برای هوسمندگردانی شهروندان سفر کننده به خارج با راه مهاجرت مهنتی متشکل داده شده است. به مهاجرانی که در مرکزهای کسبی و زبان آموزی اشگه مرحمت، تاجیکیش به کار مرحمت می شود، در این مرکز به قید گرفته شده‌اند، دولت 490,000 سوم ازبکی برابر به $46 مبلغ بلیط را جبران میکند. $46 مبلغ بلیط را جبران میکند. با این هدف تا آخر همین سال 2021 بیش از 3.9 میلیارد سوم ازبکی جدا می شود. از این امتیاز حدود 70,000 مهاجر کاری می توانند استفاده کنند. 70,000. با در نظر داشت اینکه قیمت بلیط هواپیما در ازبکستان گران نیست، مبلغ جدا کرده دولت از 10 تا 20% قیمت بلیط را جبران میکند. و این تنها امتیازی نیست که حکومت ازبکستان برای مهاجران جدا کرده است. همین خودش هم 10-20% ارزان کردن بلیط از طرف حکومت، از طرف مقامات، این خیلی کاری کلان است. در ما باشد 100%، 200% بلیط را قیمت بکنند. با فروشگاه های بلیط هواپیما می رود، باز چند درصد دیگر با قیمت می شود. در ازبکستان باشد 10% تا 20% دولت پول بلیط را پرداخت می کند. حالا این هم بس نه. با آنهایی که از امتحانات زباندانی و کسبی در مرکزهای اشگه مرحمت یعنی مرحمت به کار با موفقیت میگذرند، خرج آموزش در مرکز در حجم 735,000 سوم ازبکی $69 برگردانیده می شود. پولشون برگردانیده به خودشون داده می شود. حجم عمومی مبلغ به این مقصد از طرف حکومت جدا شده 14.9 میلیارد سوم ازبکی را تشکیل می دهد که برای جبران خراجات به 20,000 آموزش گیرنده پیش بینی شده است. در حجت قید شده است که 9% ازبکستانی ها برای کار به کشورهای ترقی کرده می روند. 9%. برای گرفتن ویزای کاری به کشورهای اتحاد اروپا 1,200,000، کانادا 1,300,000، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیون سوم هزینه کنسولی گرفته می شود. دولت ازبکستان آماده است برای هر شهروندی که به خارج دور ویزا می گیرد 1,200,000 سوم ازبکی یا خود
тақрибан 113-115 доллари амрикоӣ ҷубронпулӣ барои гирифтани виза пардохт кунад. Давлат пардохт мекунад. бо ин мақсад худи ҳамин сол ҷудосозии 3 миллиарду 800 миллион сӯми узбекӣ ба нақша гирифта шудааст ки ҳудуди 3000 шаҳрванд метавонанд аз ин имтиёз баҳрабардорӣ кунанд. яъне 3000 шаҳрванди ӯзбекистон бо дастгирии худи ҳукумати ӯзбекистон метавонанд ба кишварҳои аврупоӣ, Канада, амрико сафар кунанд. бо барои гирифтани виза худи ҳукумат кӯмак мекунад. ин шаҳрванд худаш то 3000 нафар шаҳрванд худаш инҷа ба дав, онҷа ба дав, ба ин нафар гардан каҷ кун, тағоёб. ин хеле не худи ҳукумат пешниҳод карда истодааст. дар ҳамин қарор қайд шудааст ки муҳоҷироне ки дар аснои фаъолияти корӣ аҳамият диҳед, тамошобинони азиз, муҳоҷироне ки дар аснои фаъолияти корӣ дар хориҷ ба тасодуф ё бемории вазнин гирифтор мешаванд ва ё ҷароҳат мебардоранд, ҳамчунин фарзандони ноболиғи онҳо бепул ба ӯзбекистон баргардонида мешаванд. ба ӯзбекистон бепул баргардонида мешаванд. то ин замон ҳам имтиёз дошт, фақат танҳо ба онҳое дахл дошт ки дар вазъи вахими саломатӣ қарор мегиранд. давлат ҳамчунин хароҷоти кормандони тиббиеро ки баъди баргаштани муҳоҷир аз ӯ муроқибат мекунанд ҷуброн хоҳад кард. яъне табибе ки вақте ки муҳоҷирро ҳукумат муҳоҷири бемор дармонда ба шароити вахим дучор шударо аз хориҷ гирифта бепул овард ба ӯзбекистон, табибе ки ӯро нигоҳубӣ мекунад ҳаққи ӯ табибро давлат пардохт мекунад. дида истодед қарорро? давлатдориро дида истодед? тибқи ҳисобҳои гуногун ҳудуди 20% аҳолии қобили кори ӯзбекистон дар хориҷ аз кишварашон кор мекунанд, ки аз 34 миллион шумори умумии аҳолӣ танҳо 2.5 миллион нафарро ташкил медиҳад. ӯзбекистон 34 миллион аҳолӣ доштагӣ бошад, агар муҳоҷирони кориаш 2.5 миллион ҳастанд. тоҷикистон 10 миллион аҳолӣ дорад, 3 баробар кам аз ӯзбекистон. тоҷикистон ҳам 2.5 миллион муҳоҷир дорад. бубинед, пешниҳоди имтиёзҳои нав ба муҳоҷирони ӯзбекистонӣ дар ҳолест ки, тамошобинони азиз, мақомоти тоҷикистон муҳоҷирони худро аз охирин роҳи сафари нисбатан арзон ба хориҷ маҳрум мекунанд. чӣ хел? садҳо муҳоҷири меҳнатӣ ки баъди харидани билети парвоз аз фурудгоҳҳои ӯзбекистон ба сарҳади ин кишвар омадаанд, аз ҷониби сарҳадбонони тоҷик иҷозаи убур пайдо накарданд. бархе аз онҳо ҳатто аз парвоз дер монданд ва зарари зиёд диданд. билеташон сӯхт, самолёт бурафт. анамин чанд рӯзи охир расонаҳои тоҷикистони ӯзбекистон аз таҷаммӯи садҳо нафар дар гузаргоҳҳои сарҳадии ду кишвар гузориш медиҳанд. сабаби ин ҷамъ омаданҳо иҷозаи убур надодан ба шаҳрвандони тоҷикистон аст ки аз ҷониби сарҳадбонони тоҷик гуфта мешавад. далел мехоҳед? расонаҳоро варақ занед, расонаҳоро кушоед, бихонед, бубинед. дур намеравем. тибқи як гузориши радиои озодӣ дирӯз буд ба фикрам, дар гузоргоҳи фотиҳобод
این طرفی تاجیکستان در مسچاه ولایت سوخت فاتحه بود و این طرف ازبکستان آیبک. در جانب تاجیکستان صدها نفر جمع آمده میخواهند از سرحد گذرند، ولی سرحدبانان تاجیک اجازه عبور نمیدهند. اکثر نفرانی در سرحد درمانده گفتند که توسط ازبکستان به روسیه رفتن میخواهند و اگر تأخیر کنند، دیر مانند، بلیتشان میسوزد. سرحدبانان پروا ندارند. مهاجران میگویند هنگام رفتن به روسیه یا برگشتن از آنجا عبور مرز ازبکستان آسان است. هیچ چیز نمیگویند. با آداب، با احترام مناسبت میکنند، میگذارید میروید. اما در سرحد تاجیکستان بند میمونید. ببینید رسانه ها می نویسند که مقامات مسئله را رسما شرح ندادند، اما به ساکنان گفتند که سرحد بسته است و برای گذشتن از آن اجازه یا دعوت رسمی از ازبکستان ضرور است. اکنون ببینید به سرحد رفتگی ها چی میگن؟ کسانی که میخوان از سرحد گذرن چی میگن؟ میگن که در سرحد میتوانی یگان سند پیشنهاد نکرده گذری. راهش هست. پول را میدهی، گذشته رفتن میگیری. درباره بسته بودن سرحد و ضرورت دعوت رسمی از ازبکستان یگان گزارش شدگی نیست. حالا ببینید یک نفر به ما نوشته بود، صابرجان قهاروف، 2 روز پیش با پرداخت 1400 سومونی رشوه به سرحدبانان تاجیک از سرحد عبور کرده است. به ما گفت که سرحدبانان ازبکستان هیچ گونه دعوتنامه یا ویزه نمیپرسند، یگان چیز نمیپرسند. مناسبتشان بسیار خوب است و به هیچ توقف مسافران را به کشورشان میگذرانند. دیده سودید؟ گپ رو سرحدبانان تاجیک میگویند که این سرحدبانان ازبکستان هستند که به ما گفتند برای گذشتن شهروندان شما اجازه مخصوصی ما لازم است، لیکن یک کوری کره پول دادمی، دست پیشی بر گرفتمی، اکا جان گفتمی، تقا جان گفتمی، یک کوری کره از دست همین سرحدبانان تاجیک خلاص میشوی، به جنوب ازبکستان میروی. سرحدبانان ازبکستان با احترام مناسبت میکنند، میگذری میروی، یگان مشکل ندارد. درد چی باشد اکنون؟ در گزارش رادیوی آزادی هم همین گپ آمدگی است. برخی از درماندگان در سرحد گفتند که بعضی ها را با پول در عوض 1300 سومانی گذرانیده ایستادند. 1300 سومانی، $100 زیاد. $100 زیاد. 2 هفته پیش، حالا سنه‌اش هم در یادم هست، 8 ایول بود به خیالم، 8 یا 7 ایول بود، به ما نوشته بودند چندی از مهاجرانی که از پنجکند به روسیه توسط ازبکستان رهسپار بودند. به ما زنگ زده شکایت کردند، بعد نوشتند. من در راه بودم، گفتم که نمیتوانم صحبت کنم، خواهش میکنم یگان شکایت باشد نویسید. بعد نوشتم، میبینم شکایتشون در همین باره است که در گذرگاه سرزم جرتپه سرحدبانان تاجیک از هر نفره 1300 سومونی طلب کردند. وقتی که یگان نفر گفته است پول نداریم، همین راه ارزان است، گفته ما میخوایم از همین رفته از سمرقند پرواز کنیم، گفتن یا 1300 سومونی میدهی
یا اینکه ما تو را میگیریم به جنگ میبریم به سرحد با افغانستان. ببینید متهمی رو بیچاره نانکاوی رفته ایستاده است. اگر 1300 سومونی ندهد میگرفتند، بلیتش سوزه سوخته رفتن گیرد. این گاوش را فروخته است، گوساله‌اش را فروخته است، خانه‌اش را فروخته است، ماشینش را فروخته، بلیت خریده است به 40,000 و 50,000 روبل. اینا میگیرند او را به سرحد به جنگ میبردند. حالا ببینید همین نفران که به ما نوشتن گفتن که حتی 1300 اون طرف استاد، از بعضی نفرها توانستند 1500 تا 2000 سومانی طلب کنند. به این موافق هم شدند. انکنون چی؟ با وجود شکایت های زیاد مسافران در رسانه و شبکه های اجتماعی، مقامات تاجیک تا حال به این شکایت ها واکنش نشان ندادند. پروا ندارند. هرچند مسئله ساده نیست. سخن از رشوه‌ستانی در حجم کلان از صدها نفر در یک روز می رود. هر روز ببینید 100 نفر و 200 نفر و 1000 نفر از سرحد می گذارد. 1300 سومانی، 2000 سومانی، 2500 سومانی، 3000 سومانی داده رود. چقدر می شود؟ این حجم کلان است. دلخواه مقامات تفتیشاتی کشور می توانستند در چند ساعت مشکل را سنجند و تدبیر اندیشند. ولی نوابسته از این که شکایت ها هر روز بیشتر می شوند، مسئله به همسایه کشور رفته است و رسانه های آنجا هم این را پیگیری دارند. در رسانه های کشوری همسایه هم این گپ رفته ایستاده است. مقامات تاجیکستان به لب کلوخ مالیدگی. تمام گفته چی ها زماک گذراندگی احشان نمی براید. مردم مرده رفتن گرد. همین خیل فقط کیسه اینها پر شود شد. مقامات تاجیکستان کیها از این شکایت های مردم و افشاگری های جنایتشان در رسانه ها ایمونیتت پیدا کردگی. ایمونیتت. چی می شود؟ اگر عادتا وقت مسئله بزرگ شود، شکایت ها زیاد شود، به شرطی که این شکایت ها به یکی از اعضای خانواده امام علی رحمان یا خویشان نزدیکش دخل داشتگی نباشد، مقامات واکنش میکند. مقامات واکنش میکند. اما شکایت از بالای بیزنس های اعضای عائله رئیس جمهور باشد، خویشانش باشد، خسر بچه هایش باشد، یگان کس جرأت نمی کند لب واکند. ببینید مردم شکایت کنند، صدا بلند کند، یک چیز شدنش ممکن. یک چیز شدنش ممکن. ببینید همین شکایت مردم باعث شده بود حتی بیزنسی نوی خدای رئیس جمهور بک صبوری قیمت کردن نرخ سیم کارت ها پیشش گرفته شد. چون که مردم صدا بلند کردند. اما چرا به مسئله رشوه‌ستانی در مرز که به آبروی بین المللی تاجیکستان و به خصوص مناسبات آن با ازبکستان بی تاثیر نخواهد بود، تا حال واکنش دیده نشده است؟ چرا؟ چرا این طور است؟ به اندیشه ما تماشابینان عزیز، مسئله به حدی که مردم فکر میکنند ساده نیست و تنها رشوه‌خواری، پاره‌خوری سرحدبانان اینجا کار تمام نمی شود.
پرواز مهاجران توسط فرودگاه‌های همسایه کشور به یکی از بیزنس‌های سردرآمدی عائله ضربه زده است. پروازهای نرخشان ارزان شرکت‌های هواپیمایی کشورهای همسایه به بیزنس سردرآمدی عائله رئیس جمهور ضربه زده است. از اینکه شمار مهاجران توسط ازبکستان سفر میکنند با صورت میافزاید، عائله رئیس جمهور ظاهراً به این نتیجه رسیده است که اگر حالا پیش راه این روند گرفته نشود، یکی از سردرآمدترین تجارت‌هایش از دست میرود. با وجود فرق بسیار کمی مسافه از روسیه، قیمت بلیط ها به تاجیکستان و از تاجیکستان آمد و برگشت از 40 تا 200% گرانتر است نسبت همسایه کشورها. این مونوپولیا به شرکت عائلوی سامان ایر امکان می‌دهد که تقریباً بدون رقابت صدها میلیون دلار درآمد گیرد. همین است که عائله رئیس جمهور نمی‌خواهد این درآمد هنگفت را از دست دهد. برای رسیدن به این سطح درآمد اکنون لازم آمد عائله رئیس جمهور به چند خیانت دست زنند. مؤسس و مالک سامان ایر میرزا مستانگولوف ترور و مالکیتش غصب کرده شد. با بهانه ساختمان راغون 186 میلیون دلار پول مردمی کمبزاعت کشور به بهانه سهمیه خرید جمع آوری شد و برای خرید 2 هواپیمای نو استفاده شد. 2 شرکت دیگر خصوصی هواپیمایی محلی با استفاده از فشار سطح دولتی از میدان رانده شدند. پروازهای سردرآمد شرکت ملی هواپیمایی تاجیک ایر تدریجاً به سامان ایر داده شد. کار به جای رسید که سامان ایر همه پروازهای سردرآمد و تاجیک ایر پروازهای ضررآور را انجام داد. تاجیک ایر قصداً مفلس گردانده شد. یکی از اصولهای استفاده شده برای مفلس گردانی تاجیک ایر این بود که اگنتی علاقه هوایی متعلق به تخمینه امام علی فروش بلیط های این شرکت را مونوپولی کرد و برای هر بلیط اول 12 بعدتر 15% کمیسیون می گرفت، در حالی که هیچ شرکت در جهان به اگنتش بیش از 5% کمیسیون پرداخت نمی کند. با شرکت های خارجی بخصوص شرکت های روسی سازشنامه های پنهانی نگاه داشتن قیمت بلیط هواپیما در سطح معین بسته شد. این سازشنامه ها اول با راه فشار یعنی ندادن اجازه پرواز به تاجیکستان به تصویب می رسیدند، اما کم کم شرکت های روسی هم به پول مفتی مهاجری بیچاره تاجیک عادت کردند. درآمد عائله در این ساحه تنها از پروازهای سامان ایر نیست. واردات اویاکرسین، سوزشواری برای هواپیماها مونوپولی عائله است در تاجیکستان و با بالا نرخی 100% که قیمت کرسین را 2 برابر بیشتر از همسایه ها کرده است، 10 میلیون دیگر از این سمت فایده می گیرد. عائله همچنین تأمین خوراک مسافران و برخی خدمت رسانی های دیگر مونوپولی شده است. خیانت های عائله رئیس جمهور تنها در ساحه اویاسیا به بودجه و مستقیما کیسه مردم میلیاردها دلار ضرر آورد و حساب های آفشوری عائله و درآمد شرکت های روسی را به همین مقدار افزایش داد. حالا ببینید، مهاجران با پرواز توسط ازبکستان میخواهند عائله را از این درآمد هنگفت و به دردمیان محروم سازند.
و کمی باشد هم میخواهند با یک نرخ ارزانتر به روسیه سفر کنند، هرچند سرسانی هایش زیاد است. قبلا مسافران زیاد به خصوص ساکنان ولایت سوخت توسط قرقیزستان پرواز میکردند و این روند هم رو به افزایش بود. ولی تصور کنید، خودتان بیاندیشید، ناگهان بعد بازشوی راهها و شروع پروازها مناسبت با قرقیزستان سرد و سرحدها بسته شد. شاید یکی از سببهای سردی مناسبات هم همین باشد. سپیتسال نه؟ احتمال زیاد دارد که انا همین خونریزی ها هم مخصوص برای بیزنس اویله بود، نه؟ حالا ببینید، ظاهرا تاجیکستان کوشش میکند مناسباتش با ازبکستان را خوب کند، چون یگانه راهی برآمدش به خارج است. قرقیزستان محکم در افغانستان جنگ رفته شده است. ببینید تماشاگران عزیز، مناسبت خوب با ازبکستان تکان خوب با اقتصاد کشور است، اما همراه با این فایده ها بازکشایی سرحدها خطر مستقیم به بیزنس بزرگی عائله رئیس جمهوری ایجاد کرده است. مناسبت های دوستانه با این گونه رشوه‌ستانی های آشکار و مانع ایجاد کنی ها در سرحد می توانند خدشه‌دار شوند. باید عائله رئیس جمهور اکنون یکی از اینها را انتخاب کند. حالا شاید در سرحد با قرقیزستان یگان توطئه دیگر را ایجاد میکنند تا اینکه بیزنسشان نمرد. از طرف دیگر دیده ایستاده مردم هم دیگر اون مردمی 4-5 سال پیشتر نیست. اعتراضات مردم هم طرف بیشتر می شود، چون ربط مستقیم به کیسه مردم دارد این مسئله ها. اما تماشاگران عزیز، کی این خانواده رئیس جمهور به خاطر مردم از درآمدش دست کشیده بود که اکنون کشد؟ کی؟ همین را در یگان بار در خاطر دارید؟ شنیدگی هستید که همین رئیس جمهوری تاجیکستان فایده عائله‌اش را مانده است، بیزنس عائله‌اش را مانده است و به مردم رو آورده است. این مردمی بیچاره من در سرحد عذاب کشیده ایستاده است. این مردمی بیچاره من، 2 میلیون مردم کشور من به روسیه و به دیگر کشورها مهاجر شده، سرسان شده ایستادند. گفته غم خورده است. همین خیلی گپ‌ها را از زبانش آورد گفته است. یگان بار شنیدگی هستید؟ هر سال 1,000 مرده تاجیک به تاجیکستان تابوت تاجیک می‌بیاید. یک بار شنیدید که بیچاره شهروند کشورم در خارج حیف شد، به عائله‌اش، به پیوندانش یک همدردی بیان کرده باشد؟ شنیده اید؟ اما در اون طرف کمچت که اگر یک نفر بمیرد، در حال رئیس جمهوری ما همدردی میکند. در ما چی است؟ در تاجیکستان تاجیکان باید به خارج روند، کار پیدا کنند، پول فرستند، اما نباید کیسه عائله را فراموش کنند. حتما دالیه را باید بدهند. گفتی امین ازبک ها اشگه مرحمت. تماشاگران عزیز، اینجا نهایتی برنامه امروزه دیدگاه است. خواهش میکنم شما برنامه های دیگری ما را از شبکه های اجتماعی، کانال یوتیوبی پیام تیوی، رادیوی پیام
تلویزیونی ماهواره پیام تیوی پیگیری کنید. امیدوارم برنامه‌های ما به شما معقول می شود، پسند می آید و اگر پسندتان شد حتما به شبکه یوتیوبی ما پیام تیوی و کانال تلگرامی ما رادیوی پیام آبونه شوید. حتما پشیمان نخواهید شد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net